سلام و صد سلام به همه همراهان خبر تو خبر. این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخرین خالی بندی های شیخ فرید در جلسه هیئت دولت و قمپوزهای صدبند یک غازی که مرغ پخته رو هم به قد در میاره. آب رو ما بردیم به شرق کشور رسوندیم و چند فازش رو اجرا کردیم. آب به سیرجان رسید، آب به عرض کنم که گل گوهر رسید، آب به سرچشمه رسید، آب به اردکان رسید. در 3 فاز اجرا کردیم، فازهای دیگر رو هم برنامه‌ریزی کردیم. سلبریتی های حکومتی هم دنبال حرف شیخ فرید رو گرفتن و به بحران آب در ایران اینطوری آب بستن. اصلا بحث امروز همه جهان آبه، صحبت ما تنها نیست. همه جهان واقعا همه دنیا چیه؟ یه فیلسوف فرانسوی یا جامعه شناس فرانسوی یا تاریخدان میگه جنگ آینده جهان جنگ اتمی نیست، جنگ آبه. جنگ آبه. ولی دیگه با خودمون که نباید جنگ آب کنیم. خب دیگه باید حواسمون باشه. این جماعت میخوان با کفیه عظما نظام ولایت رو بکسل کنن. نتیجه پیشاپیش روشنه. خامنه‌ای اول اینترنت خوزستان رو بست، بعد مشتی پاسدار رو فرستاد اونجا تا مردم رو سرکوب کنن. اسم این لشکرکشی رو هم گذاشت کمک به مردم خوزستان. نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج و ستاد اجرایی با تمام قدرت در خوزستان مستقرند و شبانه روز تلاش میکنند. نمونه ای از امداد رسانی نیروهای مسلح خامنه‌ای به مردم خوزستان رو خودتون ببینید. دروغ و دبنگ شغل مشترک همه آخونداست. برگردیم به شیخ فرید و باقی دروغای شاخدارش. اگر بعد از مذاکره، اگر بعد از 23 تیر 94 شما دیدید که تورم ما کاهش یافته، اگر دیدید رشد اقتصادی بالا رفته، اگر دیدید اشتغال بالا رفته، اگر دیدید سرمایه گذاری بالا رفته، اگر دیدید بین صادرات و واردات شما میبینید صادرات شما بیشتر هست از واردات و 10 شاخص دیگر، خب یعنی پیروز شدیم. یعنی در اقتصاد، بله در اقتصاد پیروز شدم. بازتاب این پیروزی رو در یک مسابقه تلویزیونی در افغانستان ببینید و بشنوید. کشوری را نام ببرید که بی‌ارزش‌ترین پول را دارد. ایران. آفرینتان. برین. این هم یکی دیگه از اسناد پیروزی اقتصاد نظام. سلام، من مامانم کرونا گرفته و داروهایی که بهش دادن گیر نمی اومده. حالا ما آشنا پیدا کردیم، کسی برامون جایی معرفی کرد که رفتیم ازش گرفتیم. 6 تا بهمون سرم داده با 4 تا بسته قرص با 5-6 تا دونه از اون آمپولا بهمون دادن که 4 تا از سرما رو به ما ندادن، گفتن که گیر نمیاد. 2 تا فقط بهمون دادن، بعد گفتن گیر نمیادش. قیمتش هم با دفترچه شده 4,500، گفت آزادش میشه 11,500,000. اگه ما اون 4 تا سرم هم تهیه کنیم 5 میلیون خورده ای میشه. خلاصه این که در دزد بازار ولایت هر کی از راه میرسه کاری جز زدن جیب ملت نداره.
مردمی که حتی امکان تامین دارو هم ندارن پولشون کجا میره؟ خودتون ملاحظه کنید. محموله کمک اهدایی جمهوری اسلامی ایران که استان مقدس قدس رضوی اقدام به ارسال کرده، متشکل از 300 تا اکسیژن سازه که 100 تاش به صلیب سرخ دولت هند تحویل میشه و 200 تاش به مراکز خیریه و بیمارستان‌هایی که از طرف آستان قدس مشخص شده انشاءالله به موقع در اختیار مردم کشور دوست و قابل احترام هندوستان قرار خواهد گرفت. تازه این خاص خرجی آخوندا فقط و فقط برای یک کشوره. خرج باقی مزدوران رژیم و موشک سازی های عظما رو هم بهش اضافه کنید. قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه میاندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله. البته دیگه دوره این دادار دودورهای عظما سپری شده و شاخ و شونه کشیدنهای موشکی این مترسک حتی بسیجی ها رو هم نمیترسونه. علت ریختن کرک و پر عظما هم روشنه. آخه وقتی تو خیابونای ایران چنین اتفاقاتی میفته دیگه موشک و موشک پرونی چه دردی از عظما دوا میکنه؟ الان که شب بمیزم تو خونه کنم چون داخل رسولم اتحاد اتحاد خوزستان اتحاد 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 خوزستان اتحاد اتحاد خوزستان اتحاد اتحاد از اون طرف برجام تاریخ در رفتم همچنان بلای جون عظماست و باند خامنه ای مشغول پنبه زنی مذاکره چیا و مذاکره جواست. اولین مذاکره تلفنی که آقای روحانی در نیویورک با آقای اوباما داشت، مکالمه که تمام میشه یکی از اعضای شاخص این هیئت این توی اون اتاق شروع میکنه به رقصیدن. اینا تو برجام دنبال عسل بودن اما یه چنین بلایی سرشون اومد. آقا این عسل پیدا کردی درسته؟ سلام. یه آدم با اوقع پاک دامن باشه که خدا بهش عسل بده، او هم عسل به این بزرگی عسل بلال میکنه. ماشاءالله زدم. از اون طرف یک کلیپ هم به اسم درس عبرت از بیت ولایت درس کرد که توش نشون میده عظما با اکبر کوسه کلی خورده حساب داشته و از قدیم سر مذاکرات به هم میتابیدن. آقای روحانی چیزی تحریک کرد، دو تا قانونی که منافع ضررها رو ضررها توش نبود، منافع بود فقط. اونی که آقای روحانی یه سوزونی 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتون هم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم. سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه. 10 تا 15 تا دلیل میشه شما ردیف کرد برای این قضیه. آخریش همین قضیه برجامه. عظما خوب میدونه که این دم آخری جای نرمش و این حرفا نیست، چون با مخ میخوره زمین. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام. حالا میریم سراغ مشنگستان این هفته و یه مشنگ تیپیکال که نیازی به معرفی نداره چون خودش رو لو میده. اینکه اینا میگن که ما رفتیم ماه و این جور چیزا، بدونید احتمال خیلی زیاد دروغه. هنوز پای انسان به خارج از کره زمین نرسیده، حتی به ماه هم ما نرسیدیم.
ولی اون موقع سال گذشته که 50مین سالگرد این اتفاق بود بسیار مستند ساخته شد و ایرج هایی برای اینکه اینو اثبات بکنم بود تو مستندا. بله خیلی موضوع جدیه. ما توی روایت داریم که پای ما به کرات تازه بعد از ظهور باز میشه. اگه به جای کارشناس مشنگ این آقا گاوه رو میبردن تو برنامهشون، باور کنید بیشتر بیننده داشت. یه تیرانداز بسیجی که تو خیابونای تهران و دمشق با شلیک به مردم تمرین تیراندازی کرده بود، رفت المپیک و مدال گرفت. بعدم مدالش رو به عظما تقدیم کرد. همیشه گفتین که یکی از افتخارات من اینه که سرباز نظام هستم و مقام معظم رهبری در رقابت‌های مدال طلای قهرمانی جهانت هم دادی به حضرت آقا. این مدال رو به کی تقدیم می‌کنید؟ این مدال رو قطعا من به طلای ترین فرد، به صاحب زمان و مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنم. امیدوارم که پذیرا باشن. مردمم در فضای مجازی سرنوشت به اصطلاح ورزشکارهای پاچه‌خوار هیتلر رو به یادش آوردن. All of the German athletes wore swastikas on their uniforms. Any successes of the German team were occasions to celebrate Nazi grandeur. Their flag was raised and their anthem filled the stadium, while the German athletes saluted their leader. این بیماری مشنگی تو نظام یه بیماری واگیر داره. به گزارشگرای تیویریش هم سرایت میکنه. ببینید طرف موقع گزارش مسابقه ورزشی چه پرت و پلاهایی رو سر هم بندی میکنه. خودشون این زن. این یکی هم مجری برنامه‌های ورزشیه، اما میخواد شانسش رو در ادبیات امتحان کنه. نتیجهش همین مسخره بازاری میشه که ملاحظه میکنید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند ماه و خداوند مهر و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. در پایان توجه شما رو به یه هنرنمایی عجیب و غریب جلب می‌کنیم که شور طبیعی بودن رو در آورده. یعنی از کاهو هم کاهوتره.